Returning to the state of Washington is always a new adventure for me. I want to share with you the sights and sounds of this beautiful northwest corner of our nation. در 5 می 2021 یه اتفاق غیر عادی در کنار یک جاده محبوب در سیاتل واشنگتن گزارش شد که باعث حضور گسترده پلیس در منطقه شد. به گفته شاهدان عینی، یک زن در حالی که یک جسم نامعلوم توی دستش بود و در حالی که از درد به خودش میپیچید، در حالی که به سختی میتونسته راه بره توی خیابون دیده شده. اون زن به طرز باور نکردنی غیر عادی رفتار میکرد و به نظر میرسید که به شدت مجروح شده. اما ترسناکترین قسمت ماجرا چیز دیگه ای بود و اون هم ظاهر زن بود، چون که تماشاگران گفته بودن که یک چیزی در صورتش عجیب و غیر طبیعی بود، تقریبا مثل زامبی ها. این داستان به صورت زمزمه هایی بین مردم پخش شد و توی اینترنت اشاره های کوچیکی بهش شد، با اینکه مردم زیاد این پست‌ها رو جدی نگرفتن، چون از نظر مردم این فقط یک حقه اینترنتی دیگه بود. اما در واقعیت این یک صحنه کاملا واقعی بود که اون شب اتفاق افتاد و قرار بود ویدیوهای این ماجرا بعداً توی همه جای اینترنت پخش بشه. وقتی اولین ویدیو آپلود شد، این پرونده رو توی کانون توجه بین‌المللی قرار داد و باعث به وجود اومدن یک راز اینترنتی شد که امروز اون رو به عنوان زامبی سیاتل میشناسیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ این ماجرای ترسناک و ویدیوهای واقعیش، اگه این اولین ویدیویی که از من میبینید، خوش اومدید و اسم من آقای روباه. ما تو این کانال ویدیوهای جنایی واقعی بدون دروغ و اغراق رو با هم بررسی میکنیم. پس اگه به این محتوا علاقه داشتی، ممنون میشم که با یه لایک کوچیک یا سابسکرایب کردن از من حمایت کنید. حالا نفساتون رو توی سینه حبس کنید، چون فقط وقتی تبلیغات روی ویدیو نمایش داده بشه میتونید از شدت ترسناک بودن این ماجرا یه نفس راحت بکشید. بریم سراغ ویدیو. این ویدیو بلا فاصله اینترنت رو منفجر کرد، به خاطر اینکه یه زن رو نشون میداد که با صورتی رنگ پریده و ترسناک که نصف سرش هم تراشیده شده بود، در حالی که فقط یک کفش پوشیده بود و به سختی میتونست راه بره و با هر قدمی که برمی داشت به نظر میرسید که از درد فریاد میزد. اگه خوب به ویدیو توجه کنید، به نظر میرسه که یه جسم مرموز توی دست اون زن هست که آپلود کننده اون ویدیو ادعا کرده که یه کیف کمریه. به طرز نگران کننده‌ای به نظر میرسید که سر و قسمت‌های دیگه بدن اون زن غرق در خونه. با وجود اینکه این ویدیو در سراسر سایت‌ها پخش شده بود، عملاً هیچ اطلاعاتی در مورد این فرد که به زامبی سیاتل معروف شده بود وجود نداشت. به گفته آپلود کننده اون ویدیو، درست بعد از اینکه ضبط ویدیو متوقف شد، پلیس از راه رسید. اما یک تیم کامل از پلیس‌ها لازم بود تا بتونن اون زن رو مهار کنن. پلیس‌ها اعتراف می‌کردن که نمی‌دونن چه بلایی سر این زن اومده. در همون روزی که این ویدیوی ترسناک روی تیک تاک آپلود شد، ویدیوهای دیگه‌ای هم از زامبی سیاتل گرفته شد. یه ویدیوی دیگه که توسط یه شخص ناشناس روی یوتیوب آپلود شد، زاویه دیگه‌ای از همین اتفاق رو بهمون نشون میده، با این فرق که این ویدیو به طرز قابل توجهی طولانی‌تره. اینجا ما زاویه بهتری از صورت اون زن رو داریم که کاملا غیر طبیعی به نظر میرسه، با چشم‌ها و لب‌هایی که کاملا سیاه به نظر میرسن که این با صورت زن که کاملا رنگش پریده بود همخونی نداشت. اون بیمار بود و به نظر میرسید که کاملا آشفته و پریشان رفتار میکنه. نزدیک اون زن چند تا پلیس در حال آرام کردنش هستن، ولی زن به اونها توجهی نمیکنه و فقط به راه رفتن و فریاد زدن ادامه میده و حتی توی آخر ویدیو از دست پلیس ها فرار میکنه. داخل ویدیوی دیگه‌ای که در تیک تاک منتشر شد، این ماجرا خیلی ترسناکتر و تاریکتر میشه، چون میتونیم بشنویم که این زن بالاخره حرفی رو میزنه که ما میتونیم متوجهش بشیم.
ویدیو زنی رو نشون میده که داره به پلیس ها التماس میکنه که اونو به بیمارستان نبرن و جوری التماس میکنه که انگار زندگیش به این بستگی داره. ولی ماجرا عجیب و غم انگیزتر از این هم میشه، چون اون زن با خواهش و التماس از پلیس ها میخواد که بچهش رو ازش نگیرن. این حرف زن ممکنه براتون تصادفی و بی‌معنی به نظر برسه تا وقتی که متوجه میشید اون شیئی که تو دست زن بود ظاهراً تغییر کرده. با اینکه رمزگشایی این ویدیو خیلی سخته، اما به نظر میرسه اون کیف کمری خونی که این زن در ویدیوی اصلی در دست داشت دیگه پیشش نیست و در عوض به نظر میرسه که اون چیزی کاملا متفاوت توی دستش داره. حدس‌های زیادی راجع به این شیء ناشناس وجود داشت، چون ویدیو خیلی تار بود و تشخیص قطعی اون شیء سخت میشد. اما به نظر میرسه که شباهت زیادی به یک نوزاد، یا اگه بخوام دقیق تر بگم شباهت زیادی به سر یک نوزاد داره. این آخرین ویدیویی بود که از این حادثه آپلود شد و کوهی از سوالات بی‌پاسخ و نگرانی‌های شدید رو برای زنی که در ویدیوها نشون داده شده بود به جا گذاشت. با اینکه این پرونده خیلی محبوب بود و همه مردم دنبال جوابهای این پرونده بودن، اما به طرز عجیبی هیچ بیانیه رسمی از اداره پلیس سیاتل صادر نشد. برای اینکه هیچ نظر قطعی از سمت پلیس در مورد این پرونده اعلام نشد، این راز اینترنتی متولد شد و تئوری‌ها به سرعت بیشتر شدند. خیلی از مردم بلافاصله گفتن که این داستان جعلیه، چون معتقد بودن همه اینا چیزی جز صحنه‌سازی نیست. با توجه به اینکه چهره اون زن چقدر غیر طبیعی به نظر می رسیده، خیلی از کاربران باور داشتن که اون فقط یه آرایش غلیظ داره، اما اینطور نیست. یکی از معدود سرنخ‌هایی که در این پرونده به دست آوردیم از طریق رادیوی رسمی اعزام پلیس به دست اومده که به طور عمومی در سایتی به نام برودکستیفای در دسترس عموم قرار گرفته. توی اون سایت کاربرها به صدایی از 5 می در منطقه سیاتل برخورد کردند که به نظر می رسید دقیقاً مربوط به همون حادثه است، با صداهای وحشتناک و درست مثل همون ویدیوها. 3008 16 Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair, wearing a gray t-shirt, blue jeans, and one white shoe. James and West Armour Street on the west side, just north of Brandon AMR for an ITA. به نظر می رسید این فایل صوتی دقیقاً با این ویدیوها مطابقت داره، از نحوه توصیف سوژه گرفته تا اون جیغ‌های غیر قابل انکار در پس زمینه. این وایس ها بدون شک از اداره پلیس سیاتل اومده بودن که یعنی ماجرا هر چی که بوده واکنش پلیس به اونها خیلی واقعی بوده و تئوری عجیبی رو که ادعا میکنه این ویدیوها در واقع متعلق به یکی از صحنه‌های فیلمبرداری یه فیلم که توی اون منطقه بوده رو رد میکنه، چون به طور اتفاقی در همون بازه زمانی یه فیلم مهم به نام کیمی در سیاتل در حال تولید بوده که خیلی از مردم حدس می‌زدن این یه نوع ایده تبلیغاتی از طرف این پروژه بوده. اما با توجه به اینکه واکنش پلیس واقعی بوده و اینکه بعد از اکران اون فیلم هیچ اشاره‌ای به زامبی نشده، این هم یک تئوری دیگه است که رد شده. تئوری‌های عجیب و غریب بیشتر شدن چون برخی از مردم معتقد بودند که این زن واقعاً یه زامبیه. این تئوری قطعاً اشتباهه، اما جالبه چون در همون زمان تعداد گزارش‌های بیشتری از افرادی که مثل زامبی‌ها رفتار می‌کردن توی کل دنیا پخش شد. برای اینکه بیشتر کنجکاو بشید باید بگم که این ویدیو خیلی زود از تیک تاک و یوتیوب حذف و سانسور شد و فقط چند نسخه از اون روی اینترنت باقی موند. باید اینم در نظر بگیریم که هیچ پوشش رسانه‌ای از این ماجرا وجود نداشت و هیچ بیانیه پلیسی برای عموم صادر نشد.
همه اینها با هم خیلی از مردم رو متقاعد کرد که همه اینها جزوی از یه لاپوشونی بزرگه. با وجود همه این تئوری های عجیب و غریب، رسیدن به جواب اصلی این معما به نظر غیر ممکن می رسید. اما در سال 2022 یک کانال یوتیوب به نام ربکا امس ویدیویی رو آپلود کرد که یافته های خودش رو در مورد راز زامبی سیاتل فاش می کرد. با اینکه جهان این پرونده ترسناک رو فراموش کرده بود، اما ربکا میخواست این پرونده رو حل کنه. تحقیقات ربکا اون رو به کشف این فیلم رسوند. Hey, ma'am. Hey, it's okay. You want to tell us what's going on? Is that real blood or fake blood? It almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just Look, and then coming right now. Their face burnt? No, it's gonna make ours. it took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. این ویدیو داستان زامبی سیاتل رو از دیدگاه پلیس حاضر در صحنه نشون میده و این ویدیو ثابت میکنه که واکنش پلیس به این حادثه واقعی بوده. همچنین ثابت میکنه که خود حادثه واقعی نبوده، چون پلیس ها خیلی زود متوجه میشن که این خانم حتی مجروح هم نشده و در عوض یه آرایش غلیظ با خون تقلبی کرده و پلیس ها رو هم به اندازه بقیه ما گیج کرده. بزرگترین افشاگری که از همه اینها به دست اومد کشف هویت واقعی این فرد بود که اسم واقعی اون کیمبرلی کازای بود. افشاگری که به نوبه خود منجر به کشف پروفایل های اون در شبکه‌های اجتماعی و در نتیجه کشف حقیقت پشت این راز اینترنتی شد. کمی بعد از این که اون ماجرا اتفاق افتاد، کیمبرلی این عکس رو منتشر کرد که با گریم کامل دقیقاً همون زامبی سیاتل بود، همراه با این متن که میگفت من موش آزمایشگاهی شما نیستم. اون چند تا پست دیگه در فیسبوک منتشر کرد که نشون میداد اون تمام این شیرینکاری ها رو فقط برای ابراز عقاید سیاسی خودش انجام داده که متاسفانه نمیتونم اینجا بیشتر بهش بپردازم. این یکی از معدود رازهای اینترنتی بود که بالاخره به یه جواب قطعی رسید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. این دوتا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.